خیلی از بازیگرای ایرانی بودن که یه زمانی حسابی می‌درخشیدن، ولی با گذشت زمان کم کم از جلوی دوربین محو شدن. تا آخر ویدیو با ما باشید چون قراره یاد چهره‌هایی بیفتیم که یه زمانی همه جا بودند ولی حالا خیلی وقت خبری ازشون نیست. آزیتا لاچینی 80 ساله که شاید بیشتر از هر نقشی اون رو با نقش مادر مریم افشار در سریال در پناه تو به یاد میاریم. بعد از فوت همسر اول و دومش با فیروز بهجت محمدی ازدواج کرد، بازیگر شناخته شده تئاتر و تلویزیون، و این شد جرقه ورودش به دنیای تصویر. دهه 70 اوج درخشش لاچینی بود. در پناه تو، روزی روزگاری، پدرسالار، هر جا نیاز به مادر مهربون و صبور بود اسمش می درخشید. اما از سال 90 دیگه هیچ خبری ازش نبود. آخرین باری که دیدیمش سریال ستایش بود. از اون موقع به بعد لاچینی کم کم از جلوی دوربین کنار رفت. توی یه مصاحبه گفته هر از گاهی فیلمنامی میاد ولی دیگه نمیتونم مثل قبل سر صحنه بمونم. انرژی قدیم رو ندارم اما دوبله رو دوست دارم. گهگاه برای دوبله دعوت میشم. کار دوبله در کنار همکارام انرژیم رو زیاد میکنه و روحیه میگیرم. غلام حسین لطفی این هنرمند در مورد کمکاری خودش میگه در کشور ما اینجور باب شده که هر چی سن بالاتر میره کار کمتر میشه. بخشی از این کمکاری به دلیل خود هنرمنده. بعد از چند سال کار و تجربه آدم سختگیر میشه، به خصوص برای من که تا نقشی رو دوست نداشته باشم اون رو بازی نمی‌کنم. البته بعضی وقتا از نقشی خوشم میاد ولی وقتی برای قرارداد میرم کارگردان فکر میکنه حالا که کم کار شدم پس با دستمزد 30 سال قبل هم حاضرم بازی کنم. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشیم لایکش کنید و بریم سراغ ادامه بازیگرا. هایده هایری بانوی هنرمندی که در فیلم‌های هامون، پلیس جوان، مرگ تدریجی یک رویا و کلی فیلم و سریال دیگه بازی کرده. در سالهای اخیر از عرصه بازیگری دور شده و در هیچ فیلم و سریالی حضور نداره. هایده هایری در بیشتر کارهای خودش در نقش زنی متمول و مدرن هنرنمایی می‌کرد. جالبه بدونید ایشون دختر دایی داوود رشیدیه. رضا فیاضی همون آقای مهربونی که با قصه های تابتا و دنیای شیرین کلی خاطره ساخت برامون، ولی یهو چی شد که ناپدید شد؟ فیاضی توی یه مصاحبه جنجالی حرفای جالبی زد. گفت این روزا دیگه دنبال بازی نیست، زده به کتاب فروشی و نوشتن. میگه چون تلویزیون و سینما پر از فساد شده، کارگردانا به جای اینکه سراغ بازیگر آموزش دیده و با تجربه برن، ترجیح میدن با فک و فامیلشون کار کنن چون کار براشون ارزونتر در میاد. فیاضی میگه خیلی از بازیگرا تو زمان خودشون سوپر استار بودن اما الان جاشونو دادن به کسایی که بیشتر از بازی حاشیه دارند. علی قربانزاده یه بازیگر بود که با اولین نقش ترکوند. با فیلم سیاوش اومد جلوی دوربین کنار هدیه تهرانی وایستاد و همه گفتند این پسر ستاره بعدی سینمای ایرانه. اما چی شد که از اوج رسید به فراموشی؟ بعد از سیاوش تو سریال محبوب داستان یک شهر ظاهر شد. کارگردان اون سریال هم کسی نبود جز اصغر فرهادی. سال 80 هم پرکار بود. تو 3 فیلم سینمایی بازی کرد. همه چی داشت خوب پیش میرفت اما انگار از یه جایی همه چی تموم شد. از اون سالها به بعد علی قربانزاده دیگه پررنگ نبود. آخرین فیلم هایی که ازش دیدیم سریال دیوار به دیوار بود تو سال 97 و گردنزنی تو سال 99 و بعدش سکوت. انگار هیچ وقت نبوده. شهرام لاسنی بازیگر برنامه‌های کودک که بیشتر با شخصیت قلقلی معروف شد، سالهاست از تلویزیون دور شده و مثل کاراکتر معروفش سکوت کرده. اون تنها سرگرمیش اجرای تئاتر در مشهد برای کودکانه. به قول خودش دیگه مخاطب میلیونی نداره و مخاطبش چند نفری شده. لاسمی میگه معلومه که من هم دلم برای قلقلی و برنامه‌های دیگم تنگ شده اما این خواست من نیست. من از دهه 60 کارمو تو تلویزیون شروع کردم و آخرین کارم در تلویزیون سال 99 در برنامه اتل متل تماشا بود. بعد از اون هرچی به صدا و سیما طرح ارائه کردم قبول نکردن و من هم از تهران فاصله گرفتم و الان چند سالیه که در مشهد زندگی میکنم. حالا شما به ما بگید طرفدار کدوم یکی از این بازیگرا هستید و کدوم فیلم و سریالشون بیشتر تو خاطرتون مونده؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون بنویسید.